امروز کسی که ترجمه قرآن و حدیث میخونه در مساجد امام شده نمیتونه. یکی از عوامل کشیدن مولا چیست؟ یک مولوی صاحب از یک جای امام شده بود، یک هفته تیر شد، دیگر روز دیدمش مولوی صاحب در امامت است؟ نه والا مولوی صاحب. چرا؟ والا یک 4-5 روز بودیم، باز روزی پنجم ما گفتم که بیایی که یک درس داشته باشیم از تفسیر و یک درس از حدیث. گفتم این قدر که گفتم که از مجلس خیستن، یک 2-3 روز صفحه دوجا کرکرک کردن، فهمیدم امی قدر گپش شنیدم که یا مزمو جمله است. به خاطری که مولوی صاحب گفته بود که هر کس قرآن و حدیث بیان میکنه امروز او وهابی است، او از دین برآمدگی است، خب کفر است. گفت صبا نماز کی خواندیم؟ گفت ریش سفید برای ما گفت که مولوی صاحب الله برات اجر بده تو دیگه برو. ما گفتم چرا؟ چرا؟ والا مردم خوش نکرد. نه آجی صاحب تو اصلی گپ خو برام بگو، راست بگو. همین بیگا که تو گفتی که یک درس شروع میکنیم، مردم گفت که مزمو جمله است. حالت ما به این حالت رسیده که کسی قرآن و حدیث میگه او وهابی است، او از دین برآمدگی است، او بی دین است، او ملحد است، او باید امامت نداشته باشه. امی ما مردم هستیم. حالت ما به این رسیده که کسی قرآن و حدیث میگه او وهابی است، او از دین برآمدگی است، او بی دین است، او ملحد است، او باید امامت نداشته باشه. امی ما